مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که طی روزهای 9 11 نوامبر سال 2023 در 4 صدمه در راههای جمهوری 4 نفر از جمله یک مسافر و 3 پیاده‌گرد با شمول یک جوانزن 25 ساله و یک کودک 8 ساله به هلاکت رسیده، 2 مسافر دیگر مجروح شدند. از جمله شام 9 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 19:00 دقیقه راننده ماشین تمغه دیو عظیموف حسن سال تولدش 1979 ساکن نویه رشت هنگام حرکت از سمت شهر راغون و سمت شهر وحدت در حدود جماعت دیوت بوستان نویه فیض‌آباد به سمت مقابل راه برآمده به ماشین تمغه مرسدس تحت اداره اهل‌دین صالح جان سال تولدش 1996 ساکن نویه لخش برخورده است. در نتیجه مسافران ماشین دیو امامزاده خیرالدین سال تولدش 1991 ساکن نویه رشت در جای حادثه به هلاکت رسیده و مسافر دیگر داخل ماشین مذکور شریپوف نقیب سال تولدش 2006 و شریپوف عبدالرشید سال تولدش 1990 ساکنان نویه رشت جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. باز هم شام 9 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 18:30 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا مراد علیزاده منصور سال تولدش 1985 ساکن نویه شهر نو هنگام حرکت در شوروی ماشینگرد دوشنبه ترسونزاده در حدود نویه شهر نو از حوزه دوره وسطی نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد عالموف خدایداد سال تولدش 1985 ساکن شهر ایسارا پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد عالموف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 2 نوامبر سال 2023 تقریبا ساعت 12:00 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا اشبابوف صابر جان سال تولدش 1972 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در راه ماشینگرد پنجکند سعدیان در حدود دهه چهارباغ جماعت دیوت کوستراش از حوزه دوره وسطی نقلیات نبرآمده زن پیاده‌گرد خدایبردی و ارزوگل سال تولدش 1998 ساکن همین جا پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است و صبح 11 نوامبر سال 2023 تقریبا ساعت 09:10 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا ابراهیم زاده یار محمد سال تولدش 1991 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت در راه ماشینگرد وحدت دوشنبه واقع در حدود دهه مولوی جماعت دیوت گلستان نویه رودکی از حوزه دوره وسطی نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد خردسال ملیک خلف میراب سال تولدش 2015 ساکن شهر وحدت را پخش نموده است. در نتیجه نام برده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آورش پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.